امیدوارم خوب هستی دوست عزیزم. الحمدلله من خواهر جان. یک سوال دارم، میدونم چند مرتبه جواب داد لیکن تاثیرش خیلی کم است. نمیدونم همین درباره بسادی بودن کودکان میگفتین. مثلا من نمیخوام که کودکم رو بسادی دیم، اما شوهرم میخواد این رو. میگم که دوجا گوشتی حرام اتیان، میگه گوشتی خوک نیست، در حالی که میدونیم که گوشتی مور، گوشتی همون گاو هم دیان اونها به اسم الله کشته شدن. ما 2 فرزند داریم، 1 ساله و 2 ساله. هنگامی که ما در روسیه تنها هستیم کمکش لازم می شود، میگوید که نمیخوای به صدیق برم، خودت عهده کن گفته یاردم نمیدهد و گوییم که این مسئله برای ما خیلی جدی است. همین در اطرافمون همه دیگر رفیقانش کودکانشون رو به صدیق میبرن، کجایی که نشدیم گپی فرزندان ما که چرا به صدیق نمیروند. آنها با من سوال دادن که مثلا تو میگویی که لقمه حلال را خداوند فرض کرده است که ما به فرزندانمون تامین نماید خرش. بله، اما کودکی بهتری رو برای فرزندان مثلا تو تامین کردن ایستاده و این چی جواب دهم؟ خواهر ریانه، یکم این است که وقتی که شما زیاد به شوهرتان شکایت میکنید از 2 کودک که به من یاردم ده، بعدا شوهرتان راه چاره را در بخچه بچه ها یا صدیق میبینن. برای همین اولا خودتان شکایت رو کم کنید. و 2 کودک آدم ها 5 تا کودکی 1 ساله 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله دارن و 24 ساعت تنها هستن. یعنی یکم خودتان شکایت رو بس کنید و از پای کودکاتان شوید. دویمش این است که خواهران عزیز، حتی شما صدیق رو بگذارید که صدیق روزها باشد. من شخصا حتی صدیقی که صدیق مسلمان ها هست، خواهرای مسلمان درس میدهند در آنجا یا گفتیم تربیه میکنم، کودکاتان را به آنجا برید نمیگویم. برای چی میدانید؟ یگان انسان به کودک مثل مادر دلسوز نیست. یگان انسان، حتی مادرتان، بیبی و عمه و خاله هم کجا رسد یک مربیه بیرون به فرزند شما مادری نمی کند، خصوصا 1 ساله 2 ساله. گفتید 5 ساله هست می رود یگان چی می نویسد، یگان چی یاد می گیرد، یا 6 ساله هست می رود یگان چیز یاد می گیرد، چیزی دیگر. اما 1 ساله 2 ساله 3 ساله رو می بری که گویا که وای در اونجا شرایط خوب دارد، دروغ هستید. خصوصا روسیه رو شما همه می دانید. یعنی طرز تربیه کردن در صدیق یا بخچه های روسیه باید بخورد، باید خوب کند، کودک تماما آزاد نیست. برعکس اونجا دیسیپلین میگویند و دیگر چیز را به کودک یاد میدهند. یک نمود آن همون قانون استالینی که سرخم کردن، هر چیزی که در بالا گفت به آن گوش کردن. یعنی صدیق برای اگر یک مادر عاقل درست فکر کند، برای کودک 1 ساله 2 ساله 3 ساله از مادر بهتر کسی نیست. اگر گفتید نه من کار میکنم یا من علاجی ندارم، خواهران عزیز، 1 نفر خویش و تبا رو پیدا کنید. من مثلا شخصا به صدیقای مثل فرزندهای خود رو دادگی هستم، اون هم برای یگان چیز یاد گرفتن. اما تا امروز میدونم که کاش یعنی در اون وقت دستم خالی بود خودم قطعشون می نشستم، چون میدونم اذیت میشدن، عذاب میشدن که گریه میکردن. یگان کودک تقریبا خنده کنون به صدیق نمی رود، این را همه میدانید. کودک در آنجا اذیت می شود. مثل مادر تمام روانشناسان، تمام متخصصان کودک اتفاق هستند که بهترین تربیت دامان مادر و عائله هست. یگان کس نگفته است که کودکی که در صدیق کلام می شود تربیتش خوب می شود. دروغ است. حتی صدیق اسلامی باشد، گفته استادم حتی صدیق اسلامی باشد، فقط به خاطر تعلیم بعد از 5 ساله 6 ساله دادید که الکی او یک چی یاد گرفته میتواند چیزی دیگر. اما به دست روزها دادن خواهران عزیز و برادرانی که میگوید باید کودک رو به آنها بدیم، آخر کدام ایمان، کدام وجدان به تو اجازه میدهد که یک انسانی که مسلمان نیست، یک انسانی که خوک میخورد، عرق رو حلال میداند، سیگار میکشد، مینیوبککتی میگردد، فرزندت رو برده به او دی و انتظار باشی که بهترین شرایط برای فرزندت هست، فرزند تو در سعدی که روزها هست. عجب سبحان الله، این کدام عقل است، کدام تفکر است که انسان فکر کند که کاری خوب کرده است. نه، این بیچارگی است، این نابود کردن عقیده فرزندت است. برای همین دیده استادید امروز فرزندایی که دیگر بعد از 17 سالگی 16 سالگی پناه بالا، بعضیشون من تاجیک نمیگویم خودم رو، من بیزاری پدر و مادری تاجیک هستم، من از تاجیک بودن شرم میدارم، میگفته ها کم نیستن.
از خوردی نابود کرده استودید فرزندان خود رو. مادرها هم وقتی که تو تولد میکنی آخه تو مسئولیت مادری داری. گفته استودم حتی مادرت هم مثل خودت به فرزندت نگاه نمیکند. درست در عرب ها رضاعه بود، یعنی شیردهی بود و زنی که فرزند را گرفته شیر میداد، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم را حلیمه شیر دادن و مثل فرزند خودش کلام میکرد و شیر میداد، نگاه و بین میکرد و همچون کودک خودش 2 سال او را نگاه میداشت، به این پول میگرفت و آورده میداد و برای همین او حتی محرم او میشد. اما صادق های روسیه به جز ندامت بدن و خیلی گفتید حلق کودکتان رو از کودکی حرام کردن، با گوشت مرغ به بسم الله، با گوشت گاو به بسم الله و با 1001 اوترینیک و نمیدونم سالینه و چیزی دیگر ذهن کودک رو پر کردن، دیگر هیچ چیز یاد نمیدهد. یک به خود آید، به خود آید که فرزند خود رو چیکار کرده استودید. شما یک شرایطی صادق میتوانید. من دائمی میگویم خواهرها یک کم فکر کنیم. 2-3 کس یکتا شده، مثلا کودک من زیق میشد، 2-3 خواهر با هم مصلحت کنید که یک روز من نگاه میکنم 1 ساعت 2 ساعت، تمام روز نه، یک روز من یک روز تو، کودکا با هم بازی کنن، چیزی دیگر است. اما میبری از پگاه روز تا بگاه به دست روس ها میدهی، باز انتظاری که گویا تربیه خوب کردن، زبان یاد گرفته ایستاده است، او تو را به نزدیکی فراموش میکند. او خوی همون مربیه های روس را میگیرد. کمی بعد میبینی که چقدر تاثیر بد دارد در دست یک مسیحی فرزند خود را دادن و در آنجا بزرگ کردن.